ساب کن. سلام بچه‌ها، چطورید؟ اومدم یه چیز خیلی باحالتون نشون بدم که اول بچه‌ها خودم معرفی نکردم. من محمد مهدی دلدارم. اومدم یه آموزش خیلی خوبتون. بچه‌ها خیلی دوست دارین الان مثلا من دارم از جلو کاراکترمو می‌بینم، شما مثلا پشت سر کاراکترتون ببینید یا از دست کاراکترتون ببینید و برید جلو. این راه خیلی راحته، مثلا سختی نداره. شما راحت و آسون میتونید این کارو انجام بدین و من تو این ویدیوتون یاد میدم که چطوری بتونید این کارو انجام بدید. بچه‌ها اینه. خب بچه‌ها بریم سراغ اینکه بهتون یاد بدم. از دریای بریم. خب صبر کنین. بچه‌ها اینو بهتون میگم. بچه‌ها میزنید روی این سه خط بالا، میزنید روی این سه خط، دوباره این سه خطه میاد اینجا. شما اصلا دست به کاری اینا نکنید، بشمرید از بالا که یک کلید هست. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. یعنی شما باید 9 تا برید پایین رو 9 رو بزنید. بچه‌ها اینجوری چیزا میاد اصلا دست کاری نکنید، بازیتون رو پر لگ میکنه. میزنید روی این و مثلا الان میخوام از پشت معلوم شه. مثلا میزنم روی این، حالا از پشت معلوم میشه. ببینید الان از پشت معلوم میشه. خیلی هم عالی. خب ببخشید بچه‌ها چون که یه ویدیو خیلی بزرگتری گذاشته بودم باز نصفش میکردم. خب بچه‌ها اینجوری بهتون یاد دادم که چی به چی. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و اگر دوست دارید بیشتر از این ویدیو ببینید ساب کنید. پس خدا نگهدار.